سلام خانم دکتر ایزابل ملون. ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. لطفاً با اعضای سایت روش تدریس سلامی داشته باشید و خودتون رو معرفی کنید. سلام روش تدریس. من ایزابل ملون، یه فیلسوف فرانسوی هستم که در مدارس فرانسه و سراسر جهان به معلمان و مردم فلسفه آموزش میدهم و با هم تمرین فلسفه میکنیم. متشکرم. به عنوان اولین سوال خانم ملون، معلمان ایرانی عموماً خوب هستند ولی بعضی با روش دیکتاتوری در کلاس تدریس میکنن. نظر شما در رابطه با این معلم‌ها چی هست؟ آنچه در ایران هست در فرانسه هم دیده می شود. این خیلی وحشتناکه که یک معلم بخواد بگه من همه اطلاعات رو دارم، من بلد هستم و من استادم و صرفاً اطلاعات بده. این معلمان انتظار دارن وقتی از دانش آموز میپرسن متوجه شدی، دانش آموز هم بگه بله متوجه شدم و انتظار ندارن که دانش آموز سوال کنه که اینجا را نفهمیدم یا مشکل دارم، که این مشکل بزرگی در آموزش است. ما می توانیم علتهایی برای این کار پیدا کنیم، به علت تربیت ناصحیح خانواده یا به خاطر خود بچه ها، اما اینها نمی تواند دلیل باشد و این هم بیشتر مشکل معلمان در سنین پایین است، یعنی معلمان ابتدایی که این رویه اشتباه رو دارن و اساتید در مقاطع بالاتر زیاد نمی توانند دیکتاتور باشند. باز هم میگم معمولا این به تربیت خود معلم ها برمیگرده و اونا باید خودشون رو تغییر بدن. ممنون از پاسخ شما. دومین سوال این که اگر دانش آموز معلم خودش رو قبول نداشته باشه، معلم باید چی کار کنه؟ دقیقاً این مشکل رو در فرانسه هم داریم و این مشکل فقط فرانسه و ایران نیست و در همه کشورهای مختلف دیگر هم میتونه باشه. این معمولاً از تربیت توی خانواده به وجود میاد. وقتی خانواده درست با بچه رفتار نمیکنه، وقتی وارد مدرسه میشه همان رفتار بد رو ادامه میدهد. ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ 2 هفته پیش مدرسه ای رفته بودم که بچهای 8 ساله بودن. وقتی که وارد کلاس شدم، یک دانش آموز اومد و یک چیزی رو پرت کرد به سمت معلم و بعد معلم پدر و مادر رو خواستن و اونها هم اونو تنبیه کردن. این مشکلیه که همه جا هست و یک مشکل آموزشی است. پدر و مادرهایی که زیادی به بچه توجه میکنن باعث میشوند دانش آموز خود بزرگبینی داشته باشد و این مشکلات به وجود بیاد. متشکرم. و سومین سوال این که آیا در مدارس فرانسه مهارت‌های زندگی خوب مثل مهارت‌های ارتباطی یا مثلا مهارت خوب صحبت کردن هم به دانش آموزان آموزش داده میشه؟ بله، این دقیقاً کارگاهی است که من خودم در فرانسه دارم. من کارگاهی داشتم که در آن احترام به خودشان تدریس میشد. در واقع نگرش جدیدی در مورد احترام به خودشان ایجاد میشد. من به مخاطبینم میگویم این مهم نیست که شما در کجا زندگی میکنید، در یک جزیره یا بیابان. مهم اینه که شما اعتماد به نفس خودتون رو حفظ کنید و عزت نفس داشته باشید. شما باید به دانش آموز مسئولیت بدهید و این خیلی مهم است که از بچگی این مسئولیت رو به او بدهید. نه اینکه آن را تنبیه کنید و آنها را زیر سوال ببرید. قبل از اینکه بخواهیم ریاضی، ادبیات و علوم به دانش آموزان یاد بدهیم، بیاییم مهارت‌ها را به دانش آموزان یاد بدهیم. مهارت‌های عزت نفس، احترام به خود و احترام به دیگران را باید یاد بگیرد و مهارت‌های ارتباطی را بلد باشد. بعد وارد آموزش دادن و انتقال دانش بشویم. در فرانسه این مهارت‌ها خیلی مهم است و در مدارس آموزش داده می‌شود. به امید دیدار معلم. Thank you. Okay.